جشن صده در مرکز شهر کلوب با اشتراک رهبریت شهر، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، کارمندان ساختارهای گوناگون از جمله کشاورزان و اهل علم و موارد، فرهنگ، آموزگاران و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و دایره وسیع ساکنان محلی با رعایت تمام عنصرهای ملی تجلیل کرده شد، چون رمزی با مقصدی به گرمی تبدیل دادن سردی‌های آینده فصل زمستان در مرکز چوربینی گلخن افروخته شده. سنت‌های دیرینه مردم تاجیک با صوت و نواها و شعر و ترانه‌خوانی از جانب اشتراکداران در سطح بلند اجرا گردید. با دستگیری‌های به واسطه اساسگذار اصول وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن‌های ملی و دولتی رسما اعلام گردیده در جمهوری تاجیکستان با شکوه و شامت خاصه تجلیل کرده می‌شود و با دستگیری و در حاشیه دستور سپرشوی سرور دولت همه سالان جشن صده در جمهوری تاجیکستان استقبال گرفته شده. در این یوان شهر و ناحیه‌ها، ولایت‌ها و در مجموع در جمهوری تاجیکستان جشن‌های عیدانه راه اندازی کرده می‌شود. با نظرداشت اجرای رسم و سنت‌های دیرینه مردمی، نمایش دستاوردهای ساحه‌های گوناگون از قبیل نامگوی زیاد محصولات گوناگون کشاورزی، نمونه‌های محصول هنری دستی ساکنان، آراستن خانه عیدانه، تشکیل نمایش تکنیکا و مکانیزم‌های کشاورزی، گوشه گل و بوته‌ها، نهالان میوه‌دهنده، سایه‌افکن و آرایشی و دیگر دستاوردهای علمی و فرهنگی که بیانگر پیشرفت و ترقیات، فراوان حاصلی و بهبودشوی به تدریج سطح نیکوحوالی مردم است، پیشنهاد اشتراکداران گردانید شد. جشن صده، جشن تیرگون، مهرگون و نوروز که این جشن‌های خاص به کشاورزان منسوب میباشد، با ابتکار و دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت من در دوره استقلالی جهانی گشت و کشاورزان شهر و دیهات کلوب امروز آمادگی خیش رو با کشتی بهاری بروقتی با کشتی زراعت‌ها آمادگی خود را نشان داده ایستادند. استقبال سطح بلند جشن کهن و تاریخی صده از احترام و ارجگذاری ساکنان به صحنه‌های مهم تاریخی و حفظ و معرفی عنعنه‌های ملی به نسل‌های آینده میباشد. و مناسبت این جشن اجدادی و مژده نزدیک آمدن فصل بهار که رمز خاصه صده دانسته می شود، زنان تاجیک سفره عیدانه شده طعام‌های گوناگون ملی را آماده و پیشنهاد نمودند. همچنین محصول هنرهای دستی هنرمندان شهر که با ذوق بلند ایجادی و تجسم آیین‌های ملی گذشتگان با آمیزش رنگ و تابش‌های معاصر آماده گردیده بودند، در نمایشگاه پیشنهاد اشتراکداران کرده شد. طی سال‌های استقلالیت جشن‌های ملی ما از اون جمله جشن چهارگانه نوروز، صده، مهرگان و تیرگون زنده شدند و در حقیقت 8000 سال داشتن همین جشن صده و تاریخ ملت تاجیک همین جشن‌ها ثابت کرد و در دوام سال‌های استقلالیت بینید که جشن صده در تمام منطقه‌های تاجیکستان با یک شکوه شهامت بسیار بلند، همین مردم با بسیار یک دلگرمی به میدان میبرند و دیگر رو تبریک میکنند و صده این بسیار جشن بزرگ است. میگن که صده این مژده از نوروز است. در قسمت تنتنوی چوربینی ضمن سخنرانی اشتراکداران وابسته به جشن تاریخی صده اندیشه‌رانی نموده استقبالی با شکوه این جشن ملی را نتیجه دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور ارزیابی نمودند. همزمان با افتخار ذکر گردید که صده همچون جشن مردم آریایی تبار مخصوصا یکی از آیین‌های باستانی ملت صاحب تمدن تاجیک بوده، با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ماه دکبر سال 2023 به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت وارد کرده شد. صده این مالی مردم آریایی نژاد است، خصوصا تاجیکان و تاجیکان در تجلیل جشن صده و دیگر جشن‌های مردمی بسیار نقش سازگار بازی دارند و ببینید که امروز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم جشن‌ها را زنده کرد، هم یک پیشوای بنیادکار است و ببینید تاجیکستان و امن‌ترین مملکت دنیا تبدیل و البته همین میگه که پرکندگی از نفاق است، پیروزی از اتفاق. همه اتفاقی تمام تاجیکان است و متحد شدن ما در اطراف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باشد. پیشنهاد برنامه فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگ شهر کلوب عبارت از سرود و ترانه‌های بلند مضمون که افاده‌گر غایه‌های وطن‌دوستانه و ترغیب آیین‌های ملی بودند انجام بخش چوربینی جشنی گردید.